چیزی دیگر همون محبت دنیا هست و اکثریت جنگ و جنجال و نافهمی و قهرگی ها هم به خاطر دنیا هست. اون هم به خاطر یا خانه یا ماشین یا یک کرته، بعضی یا برای یک پیاله و یک چاینک هم با هم می جنگند که در باره حب دنیا پیشتر هم گفته بودیم. یک مؤمن تا زمانی که وقتی حب دنیا میگوییم یعنی چیزهای دنیا، وقتی حب دنیا میگوییم چیز و چاره دنیا، وگرنه در دنیا به خاطر عمل صالح را زیاد انجام دادن این عمر هم یک نعمت است. گویان زندگی کردن باکی نیست، اما فقط از پی خانه و ماشین و لباس و خوردن و پوشیدن شدن دیگر این چی است؟ این عاشق دنیا شدن است. و آنهایی که حب دنیا در دل آنها جای شد، آنها نه حب مادر را میدانند، نه حب زن و فرزند را میدانند و حتی نه حب انصاف و وجدان را میدانند. برای همین ببینید که آنهایی که عاشق دنیا هستند، عاشق پول و مال هستند، تمام خصلت‌های خوب انسانی را از دست دادند. نه راست میگویند، نه با انسان‌ها صادقانه مناسبت میکنند، نه شوهر خوبند، نه پدر خوبند، نه فرزند خوبند. هر چیزی هست برای ریا هست، فقط منفعت خود را میدانند. همون زمانی که حب چیز چار دنیا را از قلب گرفتید و گفتید من دیگر با یک کفن و زیر یک خاک 1.5 متری می روم، به من یگان چیز از این دنیا لازم نیست، به من قلب های انسان ها لازم است، به من محبت و صداقت مردم لازم است. ببینید که چقدر صاحب آبرو می شود، چقدر عزت می یابد که کسی آن را یافته نمی تواند. حاتم طایی قصه سخاوتی او را در ادبیات های تاجیک هم هنوز در صنف 6 ما می خواندیم. حاتم طایی مسلمان نبود، از همون مدینه بود، از عرب بود که فرزندانش بعداً ایمان می آورند. به خاطر سخاوتش که خیلی برای مردم کرم خود را یا گفتیم از سخاوت خود را نشان داده بود و مردم را مهمان میکرد، تا امروز بعد از 1500 سال هم نام او در کتاب ها هست. اما آنهایی که به خاطر مال دنیا با مردم جنگیدن، به مردم ظلم کردن، لعنت به آنها تا امروز هم هست و تا قیامت هم میماند. پس حب دنیا، حب چیز و چار، فکر کردن فقط درباره تغییر دادن خانه و ماشین و پرده و کرته و چیزی دیگر، اینها هم بدانید که از طرف شیطان است. با این راه شیطان میخواهد شما را از آن خود کند و یاد شما را از آخرت و از قبر، از وطن اصلی خودتان، از جنت کاملا بیاد کند.